عروسی خودت چرا منو دعوت نکردی؟ یه مجلس گرفتی آدمایی که در تمام طول سال حتی باشون یه تلفن حرف نمیزنی چیز کردی بودن اونجا. ببین عروسی که نبود. مگه چقدر من میخواستم کاهو بخورم که دعوتم نکردی؟ نه واقعا چیزه. اول اینکه دوره کرونا بود، یعنی که حامله ویروس بودم من. نه ترسیدم مریض شی، بقیه برام مهم نبودن منزه تو. عروسی چی شد؟ عروسیم چی شد؟ آره من نبودم چی شد؟ اونم تعریف کن دیگه. ببین واقعا یادم نمیاد کیا بودن. چیز بود یادم نمیاد. تو همه بودن به جز من دیگه. همه هر کیو بگی گل زدی. کلا 40 نفر بودن واقعا. 40 نفر بودن. 30 نفر. یعنی تو 40 تا نبودم. نه ببین مثلا اون لیستو کی بسته اونو به من نشون بده. نه جدی یه چیزی بگم. مثلا نگفتی خب مثلا من تو خوبه همش تو خونه رو کاناپتی دوستی نداری. خب اون یه دونه منم یادت نیومد. مثلا اون چند تا دونه که منم جزش بودم یادت نیومد. ممکنه میتره تو خوشش نمیومده. چرا باید خوشش نیاد؟ همیشه به من خوب نشون داده. خوشش میاد. نشون داده. مگه میشه من تو رو دعوت نکنم؟ آره دیگه همون موقع بهت گفتم چجوری گفتی ایوای ببخشید یادم رفت. واقعا چجوری تو رو یادم رفت. خب الان دوباره عذرخواهی میکنم. نه عذرخواهی بذار. اینم تقصیر من بود. معذرت میخوام و چیزه دعوتت میکنم همه جا دیگه. از این بعد جمعه میخونه ما.